ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. بیننده های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی در صحبتی صاحب دلان منظور شماست و استاد ارجمند حاجی حسین موسی‌زاده مهمان برنامه ما هستند. استاد شما رو به برنامه خوش آمدید میگویم. سلامت باشید. بیننده های ارجمند، این نوبت ما تصمیم گرفتیم در مورد یک مسئله صحبتی داشته باشیم با استاد که این دائمی همیشگی ما اطراف آن اندیشه کرده ایم، گفته ایم، تربیت گرفته ایم در مورد رزق حلال. همیشگی از خوردی پدران و بابایان ما تلقین میکنند که همیشگی راه راست رو و کسب حلال را انتخاب کن و رزق حلال را جستجو کن. در مورد خود عباره رزق حلال گفتنی ها زیاد است، اما من میخواستم اینجا از استاد پرسیده باشم در مورد شرح خود عباره رزق حلال. استاد خود همین مفهوم رزق حلال را میخواستم برای بیننده های ما شرح میدادید که بازم برای آنها بازم روشن‌تر و واضح‌تر باشد. مرحبا. محترم تماشاگران عزیز، السلام علیکم. البته پروردگار تمام مخلوقات را خلق کرده است، موجودات را خلق کرده است، تمام حیوانات را خلق کرده است، انسانیت را خلق کرده است. به رزق نه، یعنی تمام همین موجودات و مخلوقاتی که در روی زمین هست رزق آنها هست. بله. مثلا سبب رزق اول خدای تبارک و تعالی زمین، خاک، آب، کوه ها که مثلا کوه نباشد آب نمی آید. بله. زمین و آب در کار است. برف و باران و چشمه ها و دریاها و همه سبب رزق انسان است که انسان کشت و کار میکند. این سبب رزقی هم انسان ها هم حیوان ها، حتی همان پرنده هایی که در هوا هستند یا حیوان های وحشی که هستند آنها هم رزق خود را دارند. ببینید یکان نفر نیست که در دنیا وای بی رزق باشد. وقتی که انسان در بطن مادر پیدا می شود رزق وای معین می شود. می گویند در عقیده اهل سنت و جماعت. البته رزق کم شدنش ممکن، زیاد شدنش ممکن. یعنی در اشعار هم زیاد آمده است. مثلا غمی روزی مخور بیدل، مزن اوراقی دفتر را که پیش از طفل خالق پر کند پستان مادر را. بله. همین خودش یک اشاره بزرگ است که حضرت بیدل میگویند که تو قدر غم نخور که رزق تو رو خدا میدهد، لیکن به محنت هم نمیدهد. مثلا یک کس گوید که من رزقم خدا میداده سو در آمده کنج خانه و خواب رود، هیچ کس رزق نمیدهد. باید کار کند، کوشش کند. لیکن در یک نسخه نادر دیگر هم آمده است که غمی روزی مخور بیدل که آن در لوح تقدیر است. غمی روزی مخور بیدل که آن در لوح تقدیر است که پیش از طفل خالق پر کند پستان مادر را. یعنی در تقدیر تو هست، در لوح محفوظ نوشته شده است، لیکن تو باید کار کنی. انسان حیوان پیش از ولادتش چنانه گفتیم رزقش می آید. همان پیش از تولد شدن فرزند پروردگار رزق فرزند را در پستان مادر پیدا می کند. یک کتاب است به نام ربیع الابراری امام زمخشری رحمت الله علیه. در همین کتاب میگوید قوام الدنیا و دین، یعنی اساسی ته‌کرسی موجودیت انسان، ته‌کرسی دین دنیا میگویند علم است و کسب است. بله. کسی که گوید که من اعمل بمکان العلمی بالزهد، گوید که من زاهد می شوم و علم به مشغول نمی شوم، یا گوید که من کسب نمی کنم و زاهد می شوم، و می گوید در همین دنیا پیش پا می خورد. باید انسان به علم مشغول شود، به کسب مشغول شود، لیکن با همان کسبی که می کند یا با از پس علمی که می رود رزق و روزی وی پیدا می شود. علم هم در کار است، عالم هم در کار است، دهقان هم در کار است. مثلا تکنیک‌های در کار است که مثلا در هواپیماها پرواز کند، آنها هم لازم هستند.
همه ملا باشد هم نمیشود، همه دهقان باشد هم نمیشود، همه دل به معلم یارو باشد هم دست به کار بودنش در بله کار. بله، یعنی هر کس باید کاری کند که همون کسب و هنری خودش، کاسب باید کاسبیش کند، بله. هنرمند هنرمندیش کند، اهل تجارت تجارتمندیش کند، اهل علم و معرفت و تعلیم و به راه خود روند، کتاب نویسند، تعلیم دهند، البته رزقشان پیدا می شود. یعنی در این دنیا رزق انسان مانند همین دفتری خالص است که تازه است. انسان خودش رو باید با رزق و کسب و هنر با اون کاری که میکنه رزق خودش رو پیدا کند. رزق خود از خود پیدا نمی شود. هر یک نفر حرکت میکند، رزق از پیدا می شود و اون همان رزقی که خدا داده است با اون صاحب می شود. همانندی که زیر درخت میتوان دوام روز خوب رفت، اما اگر دل گرسنه ماند تا حرکت کرده بالا به برآمده همون میوه رو گرفته نخوریم، گرسنه میمونیم زیر درخت. یعنی برای گویم تا میوه رسیدن حرکت لازم. پیغمبر علیه السلام میگویند که حضرت عیسی از یک جایی میگذشتند که یک نفر به عبادت مشغول بود. گفتند که تو چی کار میکنی؟ گفت که من شب و روز عبادت خدا میکنم. گفتند که اهل و عائله تو رو کی نگاه میکنند؟ گفتند برادرم هستند، اون کس کار میکنن، تجارت میکنن، اون کس نگاه میکنن. گفتند از تو عبادت برادرت ثواب زیادتر است. تو گفتن اینجا با خواب کرده من رزق من برادرم یافته میدین، نگو تو هم خیسته کار کن، مهنت کن، کسب و هنر کن، فرزندانت خودت نگاه کن. شرط نیست که تو رو برادرت نگاه کنه، تو عبادت میکنم گفته بیکار در یک جا خواب کنی. یعنی باید انسان خودش کار کند، رزق حلال خود را پیدا کند. خب تشکر استاد. بازم همون سری موضوع رزق حلال، یعنی رزق حلال این همون رزقی که انسان به دسترنج خود پیدا میکند، با راه درست، با راه مهنت خود پیدا میکند. همین رزق حلال میگن. بله، حضرت عمر رضی الله عنه میگویند که شما خانه‌تان به نشسته ای پروردگار من به رزق گویی، گفتن خدا تو به رزق نمیدهد، تو برآمده گفتن باید کار کنی. ان السماء لا تمطر ذهبا، شما نگاه کنید از آسمان طلا و تنگه نمیبارد، از آسمان باران میبارد برای آن که دهقانی کند. از آسمان باران میبارد برای آن که مردم از آب استفاده برند، مثلا آب نوشاکی و این آب ها پیدا شود، آبی که برای انسان ضرور است، برای حیوان ضرور است. لیکن انسان باید کار کند و مثلا آهنگر حداد میگویند وقتی که آهنگری میکند، دهقانی میکند، اهل تجارت میکند، رزقش پیدا میشود. باید ما فرزندان رو چنان تربیت کنیم که و ها کار کرده رزق حلال یافته، چنان که میگن نان حلال یافته فرزندانشون بخورن و از کار بد، از رزق حرام دور باشن. تشکر. شما گفتید یک حضرت مولانا بیتشون یادم اومد، میگن که لقمه که از نور افزودی کمال، آن بود آورده از کسب حلال. یعنی وقتی که انسان یک رزق حلال مییابد، از کسب حلال مییابد. از دزدی باشد و حرام است. یعنی باید انسان به رزق حلال مشغول باشد و فرزندانش رو نیز ترغیب کند، خودش الگو باشد. بله. تشکر استاد. خب استاد، پهلوی دیگری مسئله که اگر خب رزق حلال گوییم، پس رزق حرام هم هست. بله. به هیچ خیلی شناسیم. اگر ما رزق حرام نمی بود، ما رزق حلال نمی گفتیم. یعنی رزق حلال ما گفتیم که از کسب و هنر و اون چی انسان با مهنت خود پیدا میکند، ای رزق حلال است. رزق حرام مثلا دزدی است، مال یک نفر است، همان گیرد و حق یک مردم گرفته مثلا دزدی کند، ای حرام است. یک انسان تجارت میکند، ای در تجارت باید حلال کار کند، حق کسی را نخورد. خب مثلا از یک جا یک سامان بخری، یک سامان 10 درهم، یک سامان 15 درهم بفروخت، رزق حلالش است. لیکن فریب کند،
گوید که من این 1 سوم به خریدگیم نه، من 2 سوم به خریدگی گفته فریب کند، یا که ترازه زند. از همه کاری بدترین گناه بد ترازه را کم کرده دادن در میزان. ویل للمطففین، خدا میگوید از همه عذاب سخت برای اون کسانی که آنها ترازه را کم کرده میدهند. وقتی که به خود میگیرن ترازه را زیاد کرده میگیرن، چینک را زیاد کرده میگیرن، انا همه رزق حرام است. اون چیزی که وای زیادتی گرفته است وای رزق حرام است. یا که یک مال را میفروشد، مالش عیب دارد، همان عیب مالش را نگفته فروشد وای حرام میشود. یا در گوشت میفروشد و استخوان زیاد کرده میدهد، انا همان حق دیگر آدم که این برفت، انا همان رزق حرام حساب می شود. رزق حرام هر یک از باید داند که رزق حرام البته ضررش می رسد، همان عائله به یک مصیبت می بیارد، همان عائله به یک مشکلی می بیارد. بسیار پولهای حرام هست که از دزدی و از مردم فریبی و از کاری بد و از همین چیزها آمده است، باید نصیب هم نمی کند. یعنی باید انسان وقتی که یک چی رو پیدا می کند داند همان حلال باشد، یعنی حرام نباشد. رزق باید نصیب، خدا نصیب کرده است، یک بریده نان یافت می شود، لیکن همان نان یافته خودش رو به حرام نخورد. همین نان است، نان این چیز حلال است، لیکن نان دزدی باشد نان حرام حساب می شود، رزق حرام حساب می شود. باید انسان خودداری کند از رزق حرام. یعنی حتی همون رزق وقتی انسان همین کار می کند، البته درست در شناختنش روی اون نوشته نشده است این حلال یا حرام. خودی اینجا میزانی چین کردن وجدان است که مثلا انسان عقل داره، برای ما عقل داده است، وجدان داده است. باید با عقل خود ما فکر کنیم که همین چیز حرام است، این چیز حلال است، این چیز ثواب است، این گناه است. لیکن پدر و مادران باید فرزندان بفهمانند، در دانشگاه ها مثلا استادان فهمانند، در مکتب ها معلمان فهمانند. یعنی انسان از یکدیگر باید تعلیم گیرد. امام خطیبان مثلا از منبر مسجد گویند همه با اقتدار خود باید فهماند که حرام چی است و حلال چی است. حرام آن چیزی که به انسان ضرر میرساند، حلال آن چیزی که به انسان منفعت میرساند. تشکر. استاد یک نکته دیگر ما میخواستم اندیشه شما رو پرسان شده باشم. خوب در تربیت فرزند بسیار مسئولیتی پدر و مادر بزرگ است. حتی بی سبب اطراف این همین موضوع بسیار سخن نمیگوییم و حتی قانون هم تهیه قبول شد و در عمل جاری است که مسئولیت والدین را در تربیت فرزند بیشتر میکند و خاطر آنه که این فرزند والدان آنها است و آنها نزد تربیت فرزند مسئولیت دارند. فرزند را کلام میکند. فرزند اگر خوب کلام شد، بالغ شد، از دستش یک کاری می آمدگی شد، رفت یک اسب یک کاری یا کسبی یا هنری، گاه مثلا والدان نانی که وی آورد، مثلا پدر و مادر میداند که اون کسبی که مثلا گویی پیدا کرده است یا اون کاری که وی کرده اجرا کرده شده است یا ناآگاه هستند یا آگاه باشند هم گویا به درون ناخنک چشم میپوشند و مثلا در هوشیار کردن فرزند خودشون گوییم کوشش نمیکنند که مثلا ای پسری عزیز یا ای فرزندم این کاری که تو میکنی مثلا آینده ندارد یا مثلا این کاری که تو کرده ایستادی از پی خود با مشکل زا آینده برای خودت رو هلاک میکند. نمیگوین خرسند میشن، حتی برای یک نفر دیگر همسالان خودشون میگه که ببین مثلا پسری من کارچلان شد، من این کارهای کرده ایستاده است. یعنی گوییم ایساری هم قناعتمندی هم افتخار هم میکنند. بعداً چون کار از کار میگذرد، بعداً وقتی گوییم بوی از خمیر جدا میشود، بعد میفهمند که در همان لحظه گوییم خطا رفته بوده است که یک توجه نکردن و یک نپرسیدن از پی خود دیگر چه مشکل ها رو میزاید است. یک کاری میارن که یک دزد میشود، بسیار دزدی میکند، بعدا وقتی که جنایتی وی معین میشود میگوید که اما مادرم بیارید. میگوید این قصه مشهور است. بله. مادرش رو میبیارن، میگوید میخواهم که از زبان مادرم من یک بوسه کنم. او میگوید زبان مادر رو میگزد که مادرش عذاب میکشد. میگوید که برای چی این کار را کردی؟ میگوید وقتی که من یک
تخم دزدیده اومدم از خانه همسایه، مادرم نگفت که بچم این تخم ندزد، نگفت. من آهسته مرغ دزدیدم، آهسته یعنی دزد شدم. امروز بعضی در حقیقت پدر و مادران هستند که میبیند فرزندش نشه فروشی میکنه یا قماربازی میکنه یا به یک راهی حرام پول مییابد، باید وی به این خرسند نشود، زیرا چون ما گفتیم وی پول حرام نصیب نمیکنه، وی سبب میشود همون عائله ویران میشود، در حبس میافتد، دیگر یک مشکلی ها پیدا میشود. آمد همون خیلی برآمد میرود. بله، برای همون باید پدر و مادران از فرزندان احتیاط باشند. مثلا قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، بله. در همین قانون، در نام قانون دو چیز تاکید شده است. مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و یکم تعلیم، بله. باید پدر و مادر فرزند را آداب، اخلاق آموزد، علم آموزد، صاحب علم و معرفت کنند. این وظیفه پدر و مادر است. بله. دوم تربیه، در تعلیم و تربیت فرزند. تربیت فرزند و پدر و مادر جوابگر است. بله. پیغمبر علیه السلام میگن کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. هر یکی شما مانند چوپانی که از همان مال مسئولیت دارد، همین خیلی مسئولیت دارید. پدر و مادر جواب فرزند رو میدهند. تربیت فرزند بر دوش پدر و مادر است. خصوصا وقتی که وی در کودکی میبیند که پدر و مادرش کاری خیر کرده است، با رزق حلال آنها را تربیت کرده است، همان فرزند انشاءالله در آینده به راه بد نمی رود. اگرچه وی با تاثیر اطرافیانش به راه بد رفته ایستاده باشد، پدر و مادر داد و فریاد میکند، دعا میکند، دعوت میکند، راهی را مییابد که فرزند از همان راه بد برگردد. یعنی این وظیفه پدر و مادر است. پدر و مادران باید بی طرف نباشند، یعنی احتیاط کنند فرزندان را، بی پروا نباشند. تشکر. واقعا هم استاد این موضوعی که امروز ما مطرح کرده ایستاده بسیار موضوع نازک هم هست، به خاطر آنه که ما همین دو عباره رو باید خوب نقص شناخته، فرق کرده، توانستنش باید کوشش کرده. و در فرجام برنامه اگر یگان گفتنی، یگان علاوگی، یگان خلاصه باشد استاد مرحمت. ما درباره رزق حلال گپ زدیم. بله. درباره رزق حرام گپ زدیم که رزق حرام گفتیم انسان رو شرمنده میکنه. رزق حرام یک روز نه یک روز میبراید و به انسان مصیبت میآورد و این نصیب نمیکند. باید مردم ما البته به رزق حلال زندگانی کنند. ما میدانیم که اکثر مردم ما مهنت کش هستند. بله. اهل تجارت هستند، نانوای هستند، زراعت میکنند، تجارت میکنند، کار میکنند، با رزق حلال فرزندان رو تربیت میکنند. البته رزق حلال سبب عافیت است. وقتی که انسان رزق حلال میخورد دردش به شفا میشود. وقتی که انسان رزق حلال مییابد اگر کم باشد هم که همان عائله آرام است. عائله هایی هستند که رزق حرام مییابند، پولی بسیار دارند و فقط بینشان جنگ و جنجال، ناآرامی، عزت و احترام نیست، مهر و محبت نیست. وقتی که رزقش حلال باشد سعادت هر دو دنیا را انشاءالله صاحب می شود. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگن که رزق حلال باز رزقی زیاد را به خود برمی کشد، یعنی می آرد. رزق خیانت میگویند کمبغلی بیچارگی را می آرد، فقر را می آرد میگویند. برای همان انسان باید به رزق حلال البته راضی باشد. خیلی بعضی آدمان هستند که کم بضاعت هستند، کار کنند انشاءالله همون هم رزقشان زیاده می شود، از کم بضاعتی انشاءالله می برایند. تقوادار باید، معنای تقوا هم پرهیز است، از حرام پرهیز کردن است. در آخر من تمنا می کنم که همه با رزق حلال زندگانی کنند، از حرام خودداری کنند، خاندانشان آباد می شود انشاءالله. تشکر زیاد استاد برای اشتراک و شرح این موضوع. در انجام برنامه من میخواستم یک واقعه را کوتاه نقل کنم. باری در کوچه با یک موسفید نورانی جوانا، چند نفر جوان واخوردند و ریشی بابا را دست کردند، آرزو کردند و هوس کردند. پرسیدند که بابا به سینی چند در آمدید؟ گفتند از 80.
аз 85 гузаштаам ва ҳамашон чӣ баҳ инқадар соли накӯ ва шумо солиму бардаму нуронӣ ҳастед. моро ҳам дуо кунед ки мо ҳам низ ба сину соли шумо равем ва ин чӣ хел шумо ин саломатию ин нуронию ин зебоиро дар ин сину сол дарёфтед. гуфтанд ба ризқи касе чашм ало накардам ва ризқи ҳалол ёфтану хӯрданро ихтиёр кардам ва ин воқеан мояи хушбахтию саодату саломатии ман буд. гуфтанд ростӣ бо ин андешаи он мӯйсафиду нуронӣ розиам, ба хотири оне ки чун мо имрӯз ки ҳар як амале ки анҷом медиҳем ҳатман рӯзе ҳаст ки аз он амали худ ҳосил мегирем. бинобар ҳамин ҳамешагӣ чун вақти амал фаро мерасад коре карда намешем, фикре кунем ки он амали мо рост бошад ва аз паи худ ростиро ба бор оварда бошад. бо умеди оне ки ҳамешагӣ аз панди бузургон, аз панди калонсолон баҳра гирему аз рӯи он амал кунем. инҷо барномаи дар суҳбати соҳибдилонро ҳусни анҷом мебахшем.